سلام گلا جیگرا نفسا رفقا، بریم با هم دیگه یه میرزا قاسمی خوشمزه تو خوابگاه دانشجویی درست کنیم. اول کار 12 تا بادمجون کوچولو رو اینجوری کباب میکنیم. حالا اگه بادمجونتون بزرگتر بود تعدادش کمتر باشه اوکیه. این مقدار برای 4 نفر کفایت میکنه. سلام کوچولو. آقا جون، بادمجونا رو تو این قابلمه میذاریم که یکم اون بخار بادمجونا باعث شه راحت تر پوستش کنده بشه. شروع میکنیم به پوست کندن بادمجونا. میبینی چقدر راحت پوستش کنده میشه. یه موردم اینه که وقتی داری پوست میکنی یکم پوستش روش میمونه، اصلا اشکال نداره، این طعمش هم خیلی خوشمزه تر میکنه. ای داغا، اوف بچم سوخت. آخه آفرین. خلاصه آقا، بادمجونا رو شروع میکنیم به پوست کندن و میریزیم درون اون قابلمه. گفتم که زیاد حساس نباشید، میبینید چقدر راحت پوستشم کنده میشه. وای خدا، هوا چقدر سرده، وسط تابستونیم، تبریز سرده. خب بادمجونا رو شروع میکنیم با گوشگوب لهش میکنیم، اینجوری اونجوریش میکنیم. آهان، ماشاءالله ماشاءالله. من این سرعتش رو گذاشتم رو 3 ولی خب داشمونم سرعتش بالا. ماشاءالله، ای بنازمت حسین، ایول. خب منتظر میمونیم داشمون کارش رو تموم کنه. باریکلا باریکلا باریکلا، ایول ایول، دست خوش. انصافا بادمجون وقتی کباب میشه یه بافت گوگلی طوری داره ها. خب یه پیاز متوسط رو نگینی خورد میکنیم. فقط دقت کنیم اندازه هاش یکسان باشه که درست حسابی سرخ بشه. بعد روغن میریزی. رفیقمون چرا اول پیاز ریخت بعد روغن ریخت؟ عجبا. خب در کل میذاریم یکم چیز بشه، پیازه تفت بخوره. بعدش میریم سراغ سیر. سیر رو هم پوستش رو اول میکنیم، بعدش ریز ریز خوردش میکنیم. چجوری ریز ریز خوردش میکنیم؟ ولی حواسمون به پیازمون باشه نسوزه، تا بعد بریم دوباره ادامه خورد کردن سیر. اینجوری میبینید، دقت کنید، ریز ریز خوردش میکنیم. آهان آهان، آفرین، ایول. خب دوباره میایم سر وقت پیازمون که نسوزه. سیرمون آماده است. میام سراغ زردچوبه. به مقدار زیاد زردچوبه میریزیم. هر چی زردچوبه بیشتر باشه رنگش خوشگل‌تر میکنه. اصلا نگاه کن تو، این پیازو که ریختی، سیرم ریختی توی، زردچوبه هم ریختی، داره با روغن تفت میخوره، یه رنگ اصلا نگم براتون ها، یه رنگ دیگری داره. میریم سراغ گوجه. گوجه رو اینجوری رنده میکنیم، پوستاش هم میذاریم کنار سینک. خب این دومی، سومی، این چهارمینه. 4 تا گوجه متوسط رو اینجوری رنده میکنیم. بعد که اوکی شد میریم سراغ اضافه کردن بادمجونی که لهش کرده بودیم. یکم باید زیرش رو ببریم بالا، زیرش رو یه کوچولو بردیم بالا. بعدش شروع میکنیم به تفت دادن. خب هم میزنیم هم میزنیم هم میزنیم تا خوب سیر و پیاز بره تو دل، تو جون این بادمجونه. ظاهرا یکم اون ملاتمون خوش، یکم روغن میخواد. آفرین، یه کوچولو روغن میزنی، دوباره شروع میکنی به هم زدن. هم میزنیم هم میزنیم هم میزنیم هم میزنیم باز هم میزنیم. آقا ما هم گوجه اضافه میکنیم هم رب گوجه. رب گوجه به خاطر این اضافه میکنیم که رنگش رو خوش رنگ تر بکنیم. لیوان رب گوجه به علاوه آب میذاریم اونجا. بعدش گوجه ها رو میریزیم، هم میزنیم، درش رو میذاریم یه 2-3 دقیقه اینا گوجه هم بره تو جون بادمجونه. بعدش اون رب و آب اون رو هم میزنیم. منتظر میمونیم. ادویه ها رو میاریم، نمک، فلفل قرمز و فلفل سیاه. رب اون رو میریزیم. میریم سراغ اضافه کردن نمک. یه مقدار نمک میریزیم، یه کوچولو هم فلفل قرمز و به مقدار زیاد فلفل سیاه. بعدش هم میزنیم، باز هم میزنیم، خوب هم میزنیم، بازم هم میزنیم. آهان رنگو ببین، به 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 به. شعله هم یه کوچولو کم میکنیم. خب الان میایم سراغ اضافه کردن تخم مرغ. تو مایتابه روغن و نمک میریزیم. بعدش 2 تا تخم مرغ رو میشکنیم، یه نیمرو درستش میکنیم. به 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 به، چه رنگ خوبیه زرد. انصافا از رنگ زرد خوشم میاد. منتظر میمونیم. این چه صدایی بود من از خودم در آورد. نیمروها رو برمیداریم و بهش اضافه میکنیم. فقط 10 دقیقه بعد از اینکه ادویه اضافه کردیم باید زیرش رو خاموش کنیم. خب و با همین حرارتی که الان خود مواد داره غذامون آماده میشه. خدا نگهدار دوستان.